ماینکرافت بازی منطقی پارت 1. خب اونطور که همتون میدونیم برای ساخت شیشه داخل ماینکرافت به شن نیاز داریم و اگه شن رو بذاریم داخل کوره و بپزه بهمون شیشه میده. خب کجای دنیا اینجوری شیشه تولید میکنن؟ درسته که برای ساخت شیشه یکی از موادهای ساخت شیشه شنه، ولی نه اینکه شن رو بذاری داخل کوره به شیشه بده. اصلا امکان نداره همچین چیزی، اصلا امکان نداره همچین چیزی. منو پشمام داره میریزه واقعا. چرا مثلا همچین سازی بسازین، یه گلس، یه تورچ و بالاش با چند تا شن. شما اگه این گلس رو بکنید همه شنا خراب میشه بدون اینکه این تورچه ضربه بخوره. تورچی که با یک ضربه خراب میشه. چی جوری؟ مثلا شما یه پیستون بذارین و جلوشو تا ته یعنی اینجا پیستون بذارین جلوشو تا ته پر از چوب کنین. این دکمه اصلا واقعا همچین چیزی امکان پذیر نیست. شما با یه دکمه بخواید زمین رو باز و بسته کنین. حالا یه دکمه هم که اینجا بذاریم اینو بزنید این پیستون رو هل میده اینجا و یه جا خالی میشه. بگید میبینین که اینجا خالی شد. این چوبه که اینجا بود کوله شد، یعنی پیستون با قدرش تونست چوب له کنه. باش ما هم باور کردیم. اسکلیم دیگه، اسکلیم دیگه. هم واقعا چی جوری میشه که من یه بار دیگه اصلا هریش میکردم اینجا خالی میشه. چی جوری؟ اون از شیشه ساختن، اون از اون سازیه که اصلا تورچه چیزیش نمیشد، این از این واقعا چطوری میشه؟ امکان پذیره؟ چطوری که من توضیح بده؟